سوال دیگر استاد، همین روزه رو شکایدن پیش از اذان خوب است یا که بعد از اذان؟ وقتی که اذان میتد همون مؤذن پیش از اذان باید بشکاییم یا که وای اذان تمام کند بعد از اذان؟ اصلا مؤذن باید وقت نگاه کند. همین که وقت در آمد همونجا الله اکبر گوید. همین که گفت ما میکشیم. آه. انا همین آه. سنتش همین خیلی خیلی که اولی بعد در بعضی زنها نقل کردن که در بعضی شهرها مسجدند همون مسجد ساختگی زنک، مسجد ساختگی مردک زنش کمپیر بوده است و تا وای دعا نکند هیچ کس حقی شدن نداشته است. اینا رفتیان در ابتدا خوردیان در برابری از آن همه ها نگاه کرده است. بعد از آن گفته شده است مؤذن، بعد اون کمپیر 1 ساعت دعا کرده است، بعد کمپیر دهانش شده است که بعد دیگر ها کشیدند. این کارا نادرست است. همین که الله اکبر گفت شام شد، آفتاب نشست که از آن گفت. ممکن نه اگر آفتاب ننشسته باشه از آن گفتن. از آن که گفت وقتی شام که شد شما دهانتون رو باید کشایید. نه که بعد از آن منتظر شدن خلاف سنت است.